شعله‌های گرمابخش بخاری‌های گازی ایرانی در خانه‌های مردم جمهوری آذربایجان. غالب خانواده‌ها در این کشور خانه‌هایشان را در زمستان سرد با بخاری‌های ساخت ایران گرم می‌کنند. ایران peçindən istifadə edirəm çoxdandır. سالهاست از بخاری‌های ساخت ایران استفاده می‌کنیم. کیفیت و زیبایی بخاری‌های ایرانی رو همه پسند می‌کنند. Bir ilə yaxın olar ki, İran sobalarından istifadə edirəm. من با توصیه دوستانم بخاری ایرانی گرفتم و راضی هم هستم. خیلی ایمن هستند. زمانی که گاز قطع می شود خودش اتوماتیک خاموش می شود. در مقایسه با دیگر بخاری ها نگرانی ندارم. اعتماد و علاقمندی مردم به بخاری های گازی ایرانی آنقدر زیاد است که با آغاز فصل سرما برخی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به صورت خودجوش از استانداردهای ایمنی و میزان مصرف و نحوه استفاده از آن میگویند و حتی آن را به همدیگر پیشنهاد می‌کنند. İran peytinin qurlaşdırılması. در مناطق کوهستانی جمهوری آذربایجان سیستم‌های گرمایشی از پاییز روشن می‌شود و بخش عمده هزینه خانوار مربوط صرف انرژی است. اکونومدوlar, tələbat ona görə çox olur. چند سالی است که مستقیم از کارخانه‌های بخاری به جمهوری آذربایجان وارد می‌کنیم و به شهرهای مختلف هم ارسال می‌کنیم. ضمانتنامه معتبر و خدمات پس از فروش در کالا مهم است که ما در بخاری‌های ایرانی با آن توجه داریم. ایران در تولید و صادرات سیستم‌های گرمایشی تنها به بخاری‌های خانگی بسنده نکرده است. جنس ما با توجه به کیفیتی که داره قابل رقابت با جنس‌های ترکیه، روسیه و اوکراین هست اینجا و تونستیم که بازار خوبی رو به دست بیاریم در این منطقه. جمهوری آذربایجان یکی از منابع غنی انرژی گازی در جهان است و گاز منبع ارزانی برای گرمایش محسوب می‌شود و سیستم‌های گرمایشی یکی از نیازهای همیشگی این کشور است. هرچند آمار دقیقی از میزان صادرات این نوع بخاری‌ها در دست نیست، اما بر اساس آمارهای رسمی کشورمان هشتمین رتبه را در تأمین نیازهای جمهوری آذربایجان دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.